سلام، امروز اومدیم با چالش چارلی و موضوعات ترسناکی که میخوایم با اون روبرو بشیم. برای شروع این بازی به 2 مداد نیاز داریم و یه ورقه سفید و یه محیط تاریک. بعد اینکه وسایلمون رو فراهم کردیم یس و نو را در موازات هم روی ورقمون میکشیم و بعد از انجام دادن اون کار مدادامون رو روی هم میذاریم به طوری که روی هم ایست. حالا برای احضار کردن رو دستمون رو میذاریم روی کاغذ و میگیم ای روح سرگردان ما تو رو احضار. آماده اید؟ بریم برای سوال اولمون. چارلی are you here? چارلی are you here? سوال دوم میپرسم. چارلی are you a girl? چارلی are you a girl? سوال سوممون. چارلی are you a boy? بریم برای سوال اولی که پرسیدم. Charlie, are you here? Charlie, are you here? بچه یه دور دیگه سوال کنیم، اگر نشدیم سوال بعد. Charlie, are you here? رفت؟ یه حرکت کوچیکی کرد. خب یه بار دیگه بپرس. پشت صحنه رو میبینیم. Charlie, are you a girl? بچه سال عوض کردیم. بس کن من یکم درستش کنم. Charlie, are you here? Charlie, آیا تو اینجا هستی؟ حرکت کن. وای بچه وای هست. سوال بعدی. بچه گفتش پسر نیست پس دختره. میخوایم سوال کنیم ببینیم مطمئن بشیم که دختر است یا نه. Charlie, are you a girl? Charlie, are you a girl? Charlie, are you a girl? Yes. دختره بچه. مثل اینکه این بازی واقعیت داره. دختر فلانه. خب یه سوال ازش میپرسم. چارلی تو آیا میخوای ما رو بترسونی؟ نو. نمیترسونه. نو. وای خیلی ترسم. آیا تو داری با ما شوخی میکنی؟ چارلی آیا تو داری با ما شوخی میکنی؟ Charlie, نو. کجا رفت؟ اینو اصلا داخل خونه انجام ندیم. بچه‌ها گوشه یکی از ما زنگ خورد، ما ترسیدیم اما چیز خاصی نبود. بریم سراغ سوالات. سوالی که می‌خواستیم بپرسیم این بود که چارلی آیا تو قصد شوخی با ما رو داری؟ چارلی آیا تو قصد شوخی را با ما داری یا نه؟ چارلی حرکت که یه کوچولو حرکت کرد رفت رو یس. این شوخی کنه؟ شوخی یه بار دیگه ازش می‌پرسم که قشنگ بره. چارلی آیا تو قصد شوخی با ما رو داری؟ نو. یعنی چی؟ مگه میشه؟ یعنی چی؟ شاید شوخی داره میکنه. یه بار دیگه بپرسیم. اگه رفت رو یس یعنی آره، اگه رفت رو نو که یعنی نو. اگه بگیم نو خیلی ترسناک میشه. خب بپرسیم. چارلی آیا تو قصد شوخی با ما رو داری؟ یس. خب قصد یا بعدم شوخی داره مثل چه سرعتی هم داشت رفت. آقا من میترسم. بچه‌ها خدایش این کار رو تو خونه خودتون انجام ندین و ما به اطمینان کامل اینجا انجام دادیم و شما اصلا انجام ندین. خب بچه تا اینجا که رفتیم واقعا چالشش واقعیت داشت. ما با شوخی اینجا همراه نبودیم و همه اینا همه بر اساس واقعیت بوده و همه هم به سرعت به ما جواب داد و سوالات دیگه هم الان میپرسیم ازش و ببینیم جوابش چیه. میخوام ازش بپرسم که آیا چهره ترسناکی داره یا نه. چارلی آیا تو چهره ترسناکی داری؟ چارلی آیا تو چهره ترسناکی داری؟ یس. آقا من دارم میترسم. خدا نه دیگه خدای بچه‌ها بیاین. بیا
حالا ازش میپرسم که آیا لباس خونی تنش هست یا نه. چارلی آیا تو لباسای خونی تنت هست؟ چارلی آیا تو لباسای خونی تنت هست؟ چارلی آیا تو لباسای خونی تنت هست؟ نو بد جواب میدم. چه با سرعتم میره، آدم سکته میکنه. وای بچه من دارم میترسم. من میترسم کسی به شدت نکنه. ما چون که خودش حرکت کرد. کنار هم هستیم داریم این کار انجام میدیم، ولی کسی دیگه این کار انجام نده به شدت. بچه از این چالش خیلی دار بدم میاد. خب بگو. خدای ممکنه که این چالش دیگه اصلا رو روحیتون تاثیر بدی بذاره. خیلی ترسناکه. فقط کافیه یک بار انجامش بده. حالا در آخر ازش سوال بکنم که از ما خداحافظی میکنه یا نه، و اگر نکنه مجبوریم چند تا سوال دیگه ازش بپرسیم و بعد از ما باز خداحافظی بکنه. و شایعاتی شده که اگر از این خداحافظی نکنیم شب به خوابمون میاد یا شب ما رو اذیت میکنه. شب داخل خواب سفر و ممکنه دیگه توی همین خونه‌ای که احضار شده و اگر خداحافظی نکنه توی خونه‌ای که احضار شده ممکنه که باشه و دیگه نره. بریم برای سوالی که میخوایم ازش خداحافظی بکنیم. چارلی آیا تو از ما خداحافظی میکنی؟ چارلی آیا تو از ما خداحافظی میکنی؟ چارلی آیا تو از ما خداحافظی میکنی؟ Yes or no؟ خدا کنه فقط زودتر جواب بده. جواب نده دیگه بدبختی. آیا تو از ما خداحافظی میکنی یا نه؟ نو وای یه سوال دیگه ازش میپرسیم چون از ما خداحافظی نکرد. چارلی آیا تو عضو ایلومیناتی هستی؟ Yes. عضو ایلومیناتی هم هست دیگه بدتر. برای دومین بار ازش خداحافظی میکنیم. چارلی آیا تو از ما خداحافظی میکنی؟ چارلی آیا تو از ما خداحافظی میکنی؟ خدایا چرا خداحافظی نمیکنه؟ چارلی آیا تو از ما خداحافظی میکنی؟ خدا یه سوال دیگه ازش بپرسم. چارلی آیا تو خیلی آدم کشتی؟ نو خیلی نکشته. شاید مثلا نکشته باشی. اینو بپرسیم آیا تو میخوای ما رو بکشی؟ یس بره من دیگه رد میدم. چارلی آیا تو میخوای ما رو بکشی؟ من رفتم خودم هنوزم داره حرکت میکنه. آقا دیگه روی این چالش رو من حساب نکنیم. بچه دیگه اصلا نگین چالش ترسناکه اینه. بذار ما اصلا نیستیم. عمرن باشیم. عمرن بابا یه بار دیگه ازت خداحافظی تو رو خدا برو روی یس. چارلی آیا تو از من خداحافظی میکنی؟ یس. شاب بده که خداحافظی کرد. همه آثار اینا رو همه رو جمع بکنید. آثارشو جمع بکنید، پاره کنید، بندازین تو آشغالی، بده بره بیرون. تموم. اصلا جمع کنید. حتی نگاهش هم دیگه نکنید. و امیدوارم دیگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید، دنبالمون هم بکنید، کامنت های خوبم برامون بذارید. دوستتون داریم. خداحافظ.